اولین ویدیو یوتیوب. بله اولین ویدیو یوتیوبه. بشینم من یه لحظه. اوکی. خب هلو گایز، خوش اومدیم به این ویدیو، همون اولین ویدیوی یوتیوب توی کانال فاکسیکاف. بله از آبهاراس اومدیم یوتیوب، الان یوتیوبیم. و اولین ویدیو قراره درباره چی باشه؟ نمیدونم. به نظر شما چی قراره باشه؟ اولین ویدیو قراره درباره این باشه که چجوری توی پوجاب لانچر FPS بالا بگیریم. اگه اون گوشنا کنی، الان من دارم بیشترین حد FPS که میتونم بگیرم وقتی دارم ویدیو میگیرم 62 تازه با ویدیو، تازه گرافیکم تا ته، رندر دیستنس هم 8 توی پوجاب لانچر شیدر. فقط اینم بذارم رو فنسی. تازه یه ذره داره لگ میشه، خیلی داره لگ میشه. این خوبه. ببخشید دستم خورد روی یارو. و بله ببینیم من چقدر خوب الان دارم FPS میگیرم. توی 1.17 هم هستم با این تنظیمات. گرافیکم تا ته تقریبا تا ته البته اینکه کار نداره. تا ته نه لیسانس 8 نه لیسانس آخر چیه؟ 64 چانک. اوکی. FPS هم چقدره؟ FPS هم میخوام بدونم چقدره با 64 چانک. FPS هم 32. چجوری؟ اوکی لایک. ببینم میتونم رو چانک بالا بازی کنم. چانک 12. اوکی آقا، FPS هم زیادم پایین نمیاد. و بله دیگه میخوام بهتون یاد بدم که چجوری با این FPS بازی کنید. بله شما ورژن‌های بالا مثلا 1.20 و 1.19 باید مثلا FPS فوقش روی همین چیزا، تازه دیتا پک هم هست، روی همه این ستینگ و اینا شما میتونید FPS فوقش 30 بگیرید. ولی روی 1.18 و 1.17 به پایین تا FPS 60 میتونید بگیرید. ولی با همین تنظیمات روی زیر 1.12 FPS 100 هم حتی شاید بتونید بگیرید. از کجا معلوم؟ ربطی هم به رم گوشیتون نداره. الان من رمم 8، خیلی هم خوب دارم FPS میگیرم. FPS هم بیشترم میتونم بکنم، کمترم میتونم بکنم. اوشت FPS هم میگیرید. همین 8 بهتر است. 9 شما میتونید FPS بالایی توی این ورژن هایی که گفتم بگیرید. چانک 8 واسه همین 1.17 تا 1.12 خیلی 1.18 تا 1.12 خیلی خوبه. چانک 6 روی 1.19 به بالا خود جواب میده. چانک چیز اسمش چی بود؟ چانک 12 هم شاید بتونید روی 1.12 به پایین بندازید. و آره دیگه خیلی ببینید ربط به رم گوشیتون نداره. الان من فقط تنها چیزی که مال گوشیمه همین یه دونه این گیم لانچر است. اگه بتونید ببینیدش پرفورمنسش هم که هیچ کار نکردم. الان اگه بوست بدمش FPS هم میره بالا. وایسید یه لحظه، فعلا FPS پایین میاد یه چند لحظه به خاطر ویدیوه، چون که 2 تا برنامه ران داره میشه.
بوست پرفورمنس نزنم بهتره. ولی اینو من توی همین معمولی بزنم بدون ویدیو قشنگ فیسم تا 60 تا 80 و فوقش میره. ببخشید. آره. و اگر میخواید که فیستون دیگه بالای 200 و اینا بره، شما چی کار میکنید؟ میخوام بهتون نشون بدم. FPS رو نگاه کنید. فقط FPS هم تا 119 رفت. 183 FPS هم تا 183 رفت و خیلی بازی داره خوبی اجرا میشه. 4 تا کریپر اینجا چیکار میکنه؟ ولی گرافیک بازی من دوره برگردم تنظیمات گوگلیمو. 17 چونک چیه؟ 8 و در تازه ویو بابینگم زدم. انتیدی شادوزم زدم. اینم مکسیمیوم سوف لایتینگ دیتیلز. اینجا دست بهش هیچی نزدم. اینم هیچی دست نزدم، همونو که بوده. آدرم اینجا فقط شو اف پی اس رو چیز زدم. فول اسکرین هم بکنیم دیگه. پرفورمنس اینجا اسموف اف پی اس رو بزنید دیگه. همین. کوالیتی اصلا مهم نیست. کوالیتی فقط اینو میزنم من. کوالیتی هم همین دیگه. داینامیک اف او وی هم به نظرم خاموش کنید، چون که ببینید مثلا داینامیک اف او وی که میزنید، الان من دارم راه میرم، الان من دارم میدوام، ولی بذار داینامیک اف او وی بیارم. الان من دارم راه میام، الان من دارم میدوام. اگه دقت کنید یه ذره زوم اوت میشه. یا مثلا بذار افکت چیز بدم به خودم. افکت گیو فاکس پلیر 162. ببخش، فاکسی پلیر 162. افکت چی بدم؟ اسپید میخواستم. اسپید نه ببخشید. 4 اسپید. ماینکرافت اسپید. زمانشو میزنیم 100. اونشو میزنیم 255. نگاه کنید یا زوم اوت میشه. منظورم اینه. ولی اگه من رو داینامیک اف او وی خاموش کنم، ببین اصلا زوم اوتی وجود نداره. همونجوری با اف او وی معمولی بازی میکنید. حالا من یه دونه شیر بیارم. ملک. اوکی. خب بعد دیگه راتون بگم تمام تنظیمات چیز دیگه. تمام تنظیمات کجا؟ لانچه این رو که هیچی. اینجا اسین کاستومایزیشن تو کاری نداشته باشه. اپتیفاین هم که کاری نداشته باشی. این بخش کاری نداشته باشی. این بخش ویدیو ستینگی الان کامل میدم. این بخش سورس بکه که فقط اسکین خودمه. این هم چیزای قدیمیه، یعنی اینا توتم قدیمی ماینکرافت، صندوق قدیمی ماینکرافت و اینا. میوزیک اند ساوند. اینجا هم میتونید صداهای بازی رو عوض کنید. پلیر، وایس، صداهای ترسناک، مابای خوب، مابای بد، چیز، بارون، بلاکا، جوک باکس و نوت بلاک، آهنگ خود بازی، مستر ولوم، یعنی همه اینا. اینم که همینه
این یعنی الان ببینیم من میدوام. الان اگه اینو روشن کنم و بدوم، ببین اینجا این پایین صفحه اینجا می نویسه که صدای چی از کدوم طرف میاد. اینم که روشن باشه. بعدی کنترلز اینجا اوتو جامپ، ستینگ، موومنت و اینا. همین دکمه مدارم که میخواید عوض کنید بعد همینجا عوض کنید. زوم سی، الان مثلا زوم میذارم رو اسکیپ. زوم میذارم نه اسکیپ نه کیو. الان چرا زوم نمیکنه؟ ها چون که کیو مال دراپه، برای همین زوم نمیکنه. ولی اگه من الان اینو بذارم روی زوم، با این زوم میکنه، با این میندازه. الان اگه آیتم بیاد اصلا، حالا من برشون گردونم یه لحظه. رست کی رو بزن دیگه. اوکی. زوم سیه. این چرا سیه؟ آه درست شد. خب این از این. بعد اینم که دیگه چیزه، پایرت اسپیک. آو پایرت اسپیک یعنی چی؟ اینجا بخش زبان ها بود که من رو زبان بازی لینگو گیر کلات یعنی چی؟ خیلی منطقیه. کمک گو خوردم. انگلیش بهترینه. این دیگه براتون بگم یا آهنگ داریم نمیخواد. خب ریسورس پک هم گفتم. چت ستینگ که اینجا ستینگ چت هم میتونید سایزشو بالا پایین کنید. چت شادو دیگه، آره اینجور چیزا گنده و کوچیکش کنید. بعد accessibility settings، این همون بیشتر چیزاست که به دردتون میخوره، بیشتر ستینگ هاست که به دردتون میخوره. مثلا همین اوتو جامپ، همین که مینوشت صدای از کدوم برای چه کجا میاد. این مینویسه اگه مثلا میخوای بدوی همینجوری بعد دوبار اینو بزنی نگه داری، یا اینکه دوبار بزنی بعد نگه داری میره خودش، میره رو حالت دویدن. اینه مثلا برای اینه که مثلا من باید نگه دارم، وقتی که اینو بزنم رو تاگل، اینو یه بار بزنم شیفت میگیره کلا. اینم از این دیگه براتون بگم. همین دیگه. اینم که دیفیکالتی بازیه. اینم اف اوویه. حالا اف اووی میزنم رو کویک برو. اف اوویم زیاده. ولی من با داینامیک اف اووی بیشتر حال میکنم. نه اف اووی بالا نه، اف اووی 100. اوکی اینم از این بود، از این ویدیو. امیدوارم خوشتون باشه. اگه خوشتون اومد لایک کنید، کانالم ساب کنید که دیگه شروع به کار کنیم توی یوتیوب. و آره دیگه هر روز که نه، ولی حداقل یه روز در میون ویدیو میذاریم. بچه ها ببینید الان وضع ایران خیلی بده. 300 وی پی ان روشن کنی، خاموش کنی و بذاری روشن بمونه و نتت خیلی آشغالی باشه و فلان بمان. اگه دیدین مثلا یه چند روز ویدیو نذاشتم یا ویدیو خیلی دیر آپلود میشه، لطفاً عصبانی نشید. مرسی. اگه هم نظری داشتید کامنت بذارید که همه کامنت ها رو میخونم و جواب میدم. هیچی دیگه، زنگوله کانالم بزنید که
هر وقت ویدیو گذاشتیم خبردار بشید. تا ویدیوی دیگه فعلا خدا حافظ.